سلام، خوب هستین؟ توی جلسه قبل در مورد خشم صحبت کردیم و یک سری موارد رو گفتیم. میخوایم یه ریویو کنیم، ببینیم راجع به چیا صحبت کردیم و بریم سراغ ادامش. ببینید ما در مورد خشم رو تعریف کردیم، ابراز خشم رو گفتیم، انتخاب خشم، ویژگی‌های خشم، دلایلی که باعث خشم و ناکامی ما میشه، خشم مثبت و منفی رو براتون توضیح دادیم، چگونگی ابراز خشم رو و اینکه ابراز خشم نیاز به آموزش داره. چرا؟ چون اگر آموزش نبینیم به خودمون و دیگران ممکنه آسیب بزنیم. در مورد مؤلفه‌های خشم صحبت کردیم که مؤلفه خشم به این صورتی که خشم همینجور خودش رو نشون نمیده، یعنی دلیلی میخواد. دلیلش بیشتر توی افکار ما هستش، افکار ما، رفتار ما، اون علائم فیزیولوژیک ما و اینکه این هیجان خشم به چه مدلی خودش رو نشون میده. در مورد اینکه ما خیلی وقتا میخوایم با خشم چی بگیم، آیا میخوایم دیگران رو کنترل کنیم یا میخوایم مرزمون رو مشخص بکنیم یا اینکه بگیم که یه چیزی برای ما اهمیت داشته و از اهمیت ما خارج شده، باعث خشم ما شده. و در مورد باورها و افکار منفی که باعث خشم میشه صحبت کردیم و یه نکته مهم در مورد دنیای مطلوب ما، یعنی چیزی که ما میخوایم و چیزی که اتفاق میفته و وقتی فاصله بین خواسته های ما و اون چیزی که اتفاق میفته تو دنیای واقعی زیاد میشه، یکی از عوامل مهم برای خشم ما محسوب میشه. و موردهای دیگه که صحبت کردیم در مورد این بودش که زمانی که یک نیازی از ما ارضا نمی شود، ما رو به سمت ناکامی میبره، اونجا ما خشمگین میشیم. خب حالا میخوایم ببینیم که چه کار باید بکنیم. آماده اید برای اینکه قسمت دوم و مبحث مهمی از خشم رو با هم دیگه داشته باشیم؟ یادتونه که در مورد خشم گفتیم یک طیفه، یعنی یه دلخوری شروع میشه تا به یک نفرت و انتقام و اینها میرسه. خب ما یه چیز داریم تحت عنوان سنجش خشم، مثل سنجش فشار خون هست که از یک جای فشار وقتی خیلی میره بالا آسیب میزنه یا خیلی میاد پایین آسیب میزنه. خشم هم همین جوره. شما برای اینکه بتونید سنجشی روی خشم خودتون داشته باشید، میتونید یک دفتر بردارید و زمانهایی که حالا میتونه از قبل بوده باشه این خشمهایی که داشتید، خشمتون رو بنویسید، موضوعی که باعث خشمتون شده و بهش نمره بدید بین 0 تا 100. مثلا 0 اینه که حالا یه چیزی اتفاق افتاد، میگذریم میریم، عصبانی نشدم. 10 جاییه که کمی دلخور شدم. 20 یه نقطه دیگه، تا میرسه به اون نقطه جوشه هر فردی که ممکنه متفاوت باشه و ممکن نقطه 90 یا 100 باشه که میتونه خیلی آسیبزا باشه. اینو بنویسید و بهش نمره بدید. ببینید که هر موردی که توی درون شما یا موقعیت‌های بیرون اتفاق میفته، شما چه نمره بهش میدید؟ مثلا به این نقطه ممکنه برسید که من تا نمره 20 25 30 میتونم آرامش خودم رو حفظ کنم، ولی از اینجا که بگذره کم کم شروع میکنه به این که آرامش خودم رو از دست میدم. سنجش نقطه‌ای که میتونه شما رو به شدت عصبانی بکنه یه اطلاعات خوبی به شما میده و شما میتونید به عنوان یک هشدار همیشه حواستون باشه که تا کجا رو میتونید، از کجا به بعد رو نمیتونید. از اونجا به بعد رو که نمیتونید میایید یک تمرین‌های دیگه‌ای میدیم که روی اون قسمت‌ها توجه و تمرکز داشته باشید تا اونجایی که کنترل این خشم بیاد دست خودتون. یه مورد دیگه اینه که خشم عین هر چیز دیگه که میتونه به ما علامت هشدار میده، یه زنگ هشدار داره. تشخیص زنگ هشدار خشم. ببینید توی افراد مختلف به لحاظ فیزیولوژیکی خشم مدل مختلف خودش رو نشون میده. هر کسی مسئول اینه که این زنگ هشدار رو توی خودش پیدا بکنه. مثلا زمانی که عصبانی میشید ممکنه که تنفستون تغییر بکنه. زنگ هشدار شما چیه؟ تنفستون تغییر میکنه، ضربان قلبتون بالا میره، بدنتون داغ میشه، گر میگیره، دندون قروچه میکنید
شروع میکنید به نشخوار فکری، تون میخواید راه برید، یه چیزی میخواید مثلا سریع بخورید. چه علامت هشداری داره خشم شما؟ زنگ هشدار خشم خودتون رو بشناسید. این هم چجوری اتفاق میفته؟ با اینکه در موقعیت‌های قبل چه اتفاقاتی درون بدن شما یا فیزیولوژی که شما که یکی از همون مؤلفه‌های مهم خشم بود اون رو شناسایی بکنید و میتونید یه جایی رو یادداشت بکنید و با مشاورتون راجعش صحبت بکنید که بدون اونجور موقع که این علامت داره به شما هشدار میده باید براش چه کار بکنید. میریم سراغ تکنیک ها. یه تکنیکی هست به اسم استاپ، STOP. خب اسش به معنای توقف یا استوپه. زمانی که موقعیت هیجان انگیز ایجاد میشه که اون هیجان منفیه و میتونه منجر به خشم ما بشه، اولین کاری که میکنیم توقف میکنیم، استوپ میکنیم، یعنی بلافاصله واکنش نشون نمیدیم. این استوپ میتونه یک زمان کوتاهی باشه بین اون واقعه و اون فکر یا احساسی که در ما ایجاد میشه. مرحله بعدش میاد تینک یا تفکر. خب معمولا تو موقع ها افکار منفی میاد. ما میایم افکارمون رو، یعنی یک دوتا جمله برای خودتون داشته باشه، یکی دوتا کلمه‌ای که بتونه یه فکر جدید تو شما ایجاد کنه، مثل اینکه همیشه هم حق با من نیست، من میتونم کنترل خودم رو حفظ کنم. خب این قسمت تفکره. بعدش میایم توی آپشن ها، یعنی چه گزینه های دیگه داریم بین اون اتفاق و عملکرد که میخوایم انجام بدیم. گزینه‌ها به این صورت که میتونیم با یکی گفتگو کنیم راجبش، یا اینکه مکان رو ترک کنیم، یا یک توقف چند ثانیه‌ای به خودمون بدیم، یه جوری خودمون رو آروم کنیم، مثلا آب بخوریم، چند قدم بزنیم، اگه نشستیم پاشیم، یه تغییری توی خودمون ایجاد بدیم. این میشه گزینه‌های مختلف. مرحله بعدیش میشه پلن. خب حالا چه برنامه‌ای دارم برای این خشم؟ چی کار میخوام بکنم؟ آیا میخوام با شدت نشونش بدم یا میخوام راجبش حرف بزنم، یا اینکه پلنم اینه که با شدت کمتری این قضیه رو نشون بدم. خب و مرحله بعد از پلنمون که براش داریم برنامه ریزی میکنیم که با خشممون چه کار بکنیم، اجرا و تمرینه. ببینید شما تو زمانهایی که عصبانی نیستید این مراحل رو باید تمرینش بکنید. یعنی با خودتون فکر کنید که اگر موقع عصبانیت من شد چجوری استوب میدم بهش، چه فکرایی میکنم، چه گزینه هایی دارم و برنامه هایی رو که میخوام انجامش بدم رو با خودم مرور میکنم و این رو چندین بار تمرین میکنم و اجرا میکنم. حالا به چه صورت اجرا میکنم؟ دقیقاً با همون لحن، با همون تون صدا و همون کلماتی رو که ممکنه تو زمان خشمتون نشون بدید همونا رو تمرینش کنید. یعنی دستتون بیاد که من تو زمان خشم اینقدر تون صدا، اگه همچین کلماتی استفاده میکنم، اینجوری خودم رو آروم میکنم. میتونه یه تصویر سازی باشه و اون رو برای خودتون بارها انجامش بدید. شما زمانی که خشمگین میشید از خودتون چه تصویری دارید؟ خودتون رو مشاهده کردید که به چه شکلی خشمتون رو ابراز میکنید؟ بعضی هستن که راجع به خشمشون اینجوری میگن که من وقتی خشمگین میشم مثل آتش فشان میشم. بعضی میگن مثل یک سگی که دنبال دم خودش میگرده، میخواد دم خودش رو گاز بگیره. یکی میگه که مثل یک بمبی هم که منفجر میشم. یکی میگه مثل زمین لرزه. شما خشمتون چه شکلی هستش؟ چه تصویری از خشم خودتون دارید؟ و بعد اینکه چه تصویر میخواید داشته باشید. همون تمرین تکنیک استاپ که بهتون گفتم میتونه به شما کمک بکنه که شما تصویری از خودتون داشته باشید. یعنی اینکه زمانی که خشمگین میشم بتونم خودم رو به این نحو کنترل کنم، یه همچین رفتارهایی انجام بدم، یه همچین واکنشهایی انجام بدم. این تصویری که زمان خشم از خودم ابراز میکنم بعدش برام پشیمونی نداره و ازش راضی هستم. چون اکثر ماها بعد از خشممون دوباره نسبت به خودم خشمگین میشیم که چرا این کارو کردم. پشیمانی
جزو لاینفک خشم‌های که منجر به رفتارهای خیلی آسیب زننده میشه هستش. پس یک تصویری از خودتون داشته باشید زمانهای خشم و بعد بگید که این تصویر رو به چی میخواید تبدیلش بکنید. با تکنیک استاپ میتونید این کار رو انجام بدید. یک مورد دیگه در مورد خشم هستش که باعث میشه که آدم‌ها نتونن کنترلش کنن و اون باورهای نادرستی که در مورد خشم داریم. یکی از باورهای نادرست در مورد خشم اینه که میگن وقتی که عصبانی شدی به یک کیسه بوکس مش بزن. خیلی جا شاید اینو شنیده باشید، ولی یه باور غلطه. اتفاقا نه تنها بروز خشم به این صورت آدم‌ها رو آروم نمی‌کنه، بلکه تو ذهن میره که زمانی که خشمگین شدیم میتونه یک رفتار پرخاشگرانه که مش زدن هست رو به صورت تکرار و عادت میتونه توی ناخودآگاه ما بیاد و این رفتار رو انجامش بدیم. مش زدن به یک کیسه بوکس میتونه خشم شما رو تو اون لحظه تخلیه بکنه، ولی یه راه حل مناسب نیست. باور نادرست دیگه اینه که ژن من اینجوریه. بعضی هستن که زمان خشمشون میگن که والدین من همینجوری بودن، همه ما پرخاشگر بودیم و من هم مثل والدینم مثلا ژنمون اینجوره، در حالی که خشم و پرخاشگری جزو ژن نیست، یادگیریه و ما میتونیم همونجور که گفتیم رفتارمون رو انتخاب کنیم و خشممون رو انتخابش بکنیم. این باور نادرستیه و اگر یه همچین باوری دارید این باور رو بذارید کنار، بدونید که شما میتونید نحوه بروز خشمتون رو انتخابش بکنید. باور دیگه اینه که میگن که تا 10 بشمار خشمت فروکش میکنه. نه، خشم با شمردن اعداد فروکش نمیکنه. ممکنه که یک فاصله بندازه و این فاصله خب خوب هست، یعنی شما میتونید تا 10 بشمارید، یه فاصله میفته بین اون اتفاقه و اون کاری که میخواید بکنید، ولی راه حل نیست. شما باید دنبال راه حل و دنبال تکنیکایی باشید که بتونید خشمتون رو به نحو مناسبی در زمان مناسبی برای فرد مناسبی ابرازش بکنید. خشم بده. این باور غلطه. خشم به خودی خود نه بده و نه خوبه. خشم یک اطلاعاتی داره به ما میده که داره به ما میگه که یک چیزی سر جای خودش نیست، یه چیزی باید تغییر بکنه. داره این اطلاعات به ما میده که ارزش‌ها، آدم‌ها و چیزهایی که برای شما مهم هستش یه جای کار ایراد پیدا کرده. در این حال خشم بده از این جهت که اگر با شدت ابراز بشه میتونه به روابط ما به شدت آسیب بزنه و جایی که روابط ما تحت شعاع خشم ما قرار بگیره، روابطی که ما برامون مهم هست و با عزیزانمون رابطه داریم، اگر نتونیم اون خشم رو مدیریتش کنیم، به نحو درستی ابرازش بکنیم که بتونیم ازش سود و منفعت برای خودمون، خواسته هامون و روابطمون بگیریم، بله اینجا خشم میتونه بد باشه. ولی به خودی خود این باور که خشم بده، این باور نادرستیه. و مورد آخر، یعنی یه باور نادرست دیگه این هستش که خشم رو حتما باید ابراز کرد. نه، لزوما همیشه نباید خشم رو ابرازش کرد. خشم رو انتخابش میکنیم و با شدت لازم، یعنی اونجایی که شدتش رو با توجه به موضوعش باید بسنجیم، با توجه به آدم مقابلمون باید بسنجیم و با توجه به هدفها و نتایجی که میخوایم بگیریم باید انجامش بدیم. پس خشم لزوما همیشه نباید با یک شدت ابراز بشه، حتی جایی هم ممکنه که نه ابراز هم نشود، ولی راجبش گفتگو بشه، صحبت بشه. اینکه خشم تا خشمگین شدیم ابرازش بکنیم، اولین آسیبش آسیب به رابطمون، آسیب به سلامتیمون و موقعیتمون هستش. ولی زمانی که انتخابش بکنیم و با شدت و اون پتانسیلی که برای اون کار لازم هستش انجامش بدیم، میتونه این چیز رو به دیگران نشون بده که ما نسبت به چه چیزهایی، چه ارزشهایی و چه چیزهایی حساس هستیم و مرز ما رو مشخص میکنه.
تا اینجا اومدیم که بگیم که خشم چی هست، چه تکنیکایی داریم و چه جوری میتونیم شناساییش بکنیم در خودمون، چه باورهایی داریم. همه اینها برای اینه که ما بتونیم یک زندگی شادتری داشته باشیم. چون اگر نتونیم یکی از مهمترین هیجاناتمون رو مدیریتش کنیم، کنترلش بکنیم، با آسیب‌هایی که به خودمون و اطرافیانمون میزنیم، میتونه باعث نارضایتی ما از زندگیمون و دیگران بشه. بنابراین این مهارت میتونه به شما کمک بکنه که زندگی شادتری داشته باشید. اون سمت مهارت یادگیری کنترل و مدیریت خشم یک زندگی شاده، همون چیزی هستش که ما برای شما عزیزان آرزو داریم. امیدوارم که زندگی شاد و خوبی داشته باشید با یادگیری مهارت ها. تا قسمت بعد که تکنیک‌های مقابله با خشم دیگران رو بهتون آموزش میدیم، شما رو به خدا میسپارم. برای سری بعدمون آماده باشید.